اگه ایلان ماسک هم آفریقا میموند و مهاجرت نمی‌کرد، شاید الان یک مهندس عالی بود، نه ثروتمندترین فرد جهان. سال 1989 ایلان ماسک با یک چمدون پر از کتاب و آرزو از آفریقای جنوبی راهی کانادا شد. مقصدش دانشگاه کوئینز بود. در شهر کینگستون همه چیز براش تازه بود. مردم خیابونا، حتی بوی قهوه‌ای که از کافه‌ها بیرون میزد. روزها بین کلاس و کار دانشجویی میدوید و شبها تا صبح پشت لپتاپ ایده‌هاشو میساخت. 2 سال بعد به دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا رفت و همزمان 2 رشته اقتصاد و فیزیک رو خوند. بعد از فارغ التحصیلی راهی سیلیکون ولی شد. با برادرش کیمبال شرکت زیپتو رو ساخت. شرکت نرم افزاری شبیه نسخه اولیه از گوگل مپ امروزی، همراه با آگهی‌های آنلاین برای کسب و کارها که 4 سال بعد اون رو 300 میلیون دلار فروخت و بلافاصله x.com رو راه انداخت. استارتاپ خدمات مالی که بعدها به پیپل تبدیل شد. وقتی یه شرکت امریکایی پیپل رو خرید، از سیلیکون ولی بیرون اومد. تصمیمی که همه اون رو دیوانگی میدونستند، اما اون تصمیمش رو گرفته بود. میخواست روی پروژه‌های پر ریسک‌تر اسپیس ایکس و تسلا کار کنه. شاید امروز ایلان ماسک رو به خاطر موشک‌ها و ماشین‌های برقی تسلا بیشتر بشناسیم، اما حقیقت اینه که همه چیز با یک تصمیم شروع شد. تصمیمی برای ترک خونه و رفتن به جایی که میشد از رؤیاها محافظت کرد. جایی که بدون مهاجرت رؤیاها هیچ وقت زنده نمی‌موند.